که از دو حرف آفرید ارض و سما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب دوستان عزیز، درس امروزه را با هم شروع میکنیم. یادتان باشد ما در موضوع قاعده های نون ساکن و تنوین با هم صحبت داشتیم. درس قبلی ما یکی از قاعده های نون ساکن و تنوین بود با نام اقلاب. اگر کدومتون تماشا نکرده باشید درس، میتونید که یک بار دیگر قفا گردید و خب اون موضوع اقلاب که آسان بود، یک حرف دوشنبگی اون آموخته باشید، آموزید و بعدا میتونید در این موضوع اظهار دوام تیم. اما برای اونایی که انشاءالله موضوع اقلاب آموختند حفظ کردن، انشاءالله امروز درس نو در موضوع دویم قاعده، خب یکی از قاعده های نون ساکن و تنوین رو میگذاریم با هم. اصلا اظهار در اکثریت کتاب ها از بین 4 قاعده که قاعده های نون ساکن و تنوین هستند، اولا اظهار را قید میکنن اکثریت کتاب ها. اما ما به خاطر که گفتیم در موضوع اظهار هیچ فرقیت پیدا نمی شود یا که احساس نمی شود در اول، و اکثریت طالب علمان یا که اکثریت اون نفرایی که موضوع تجوید رو نو شروع کردن، نو یاد گرفته ایستن، اونها کمتر خب چی میشون، حیران میشون، میگن پس یعنی از این قاعده گذشتن چی فهمیدیم، یعنی اون چیز فرقیت پیدا نشد گفتن نمیفهمن. به همون خاطر ما اول موضوع اقلاب گذاشتیم که بینن، یعنی شما دیدید که یک فرقیت وجود داره در اونجا. خب در جای حرف نون و یا اینکه در جای تنوین ما حرف میم آوردیم خوندیم. انا اکنون اظهار امروز میخونیم، میبینیم که یعنی فرق بین اظهار از اقلاب چی است. شما الکی فهمیدنتون آسان میشد ان شاء الله تعالی. خب اظهار هم یکی از قاعده های نون ساکن و تنوین است گفتیم. و سوال، اظهار چیست؟ جواب، اظهار روشن کرده خواندن رو گویند. اظهار محبت میگیم، یعنی برآوردن، همون درد دل برآوردن. در زبان تاجیکی هم اظهار استفاده میبریم. به هر حال یعنی در علم تجوید اظهار به معنای روشن کرده خواندن. خب حرف های اظهار چند تا و کدام هایند؟ جواب، حرف های اظهار 6 تا و اینها می باشند. اکنون از همون 28 حرفی که داشتیم ما یک حرف شد برآوردیم، گفتیم حرف اقلاب بود، حرف ب حرف اقلاب بود. بعد از وای با اکنون 6 حرف دیگه از همون 28 حرف میگیریم، میگیم اینا حرف های اظهار هستن. کدوم هستن؟ من اینا الف نمیگیم، همزه میگیم. همزه ه، عین ح، غین خا. همزه ه، عین ح، غین خا. خب برای چی همزه میگیم الف نمیگیم؟ به خاطر که الف حرف اظهار حساب نمیکنن، به آن خاطر که الف همیشه علامت سکون دارد و علامت سکون که داشته باشد هیچگاه پیش از نون ساکن آمده نمیتوند، یعنی دو حرف ساکن دار با هم جمع نمیشود. بنابراین الف که سکون دارد حرف اظهار شماریده نشد. همزه ه، عین ح، غین خا، این 6 حرف اظهار هستند. سوال، کدام وقت اظهار می شود؟ جواب، اگر بعد از نون ساکن، نون ساکن و یا تنوین بعد از دو زبر دو زیر دو پیش یکی از حرف های اظهار آید، نون را اظهار یعنی روشن کرده خوانده می شود. من اینجا کلمه اظهار رو من به حرف کلام نوشتم، به معنی که من این 6 حرف اظهار میگن و باز نام دیگر دارد. اینها در بعض قاعده ها حرف اظهار آید نمیگنه، یکی از این حرف اظهار آید نمیگنه، یکی از این حرف های حلقی آید میگن. خب من به حرف کلام نیستم، به خاطر که یادم بیاید شما را قید کنم که یعنی همین 6 حرف حلقی را میگن، حرف اظهار هم میگن، هیچ فرق ندارد. خلاصه اگر بعد از نون ساکن و یا بعد از تنوین دو زبر دو زیر دو پیش یکی از همین 6 حرف آید، نون رو روشن میکنیم، میخونیم، یعنی نون رو به طوری که لازم است صفتهایی که دارن یگون چیز کم نکرده ما همون نون به روشنی و آشکار تلفظ کرده خوانده میشود. چگونه که در اقلاب ما نون از بین میبردیم، میم می آوردیم در جاش، اکنون در اظهار نون هیچ تغییرات پیدا نمیکنه، یعنی هیچ فرقیت نپذیرفته همون نون تلفظ میشود. از مثال ها انشاءالله خوبتر میفهمیم.
خب شما قاعده را خوب دقت دید. اگر بعد از نون ساکن و یا تنوین حرفای یک از همین حرفای ششگانه یعنی حرفای حلقی و که حرفای اظهار آید، نون رو اظهار میکنیم میخونیم. خب از مثال ها میبینیم. اکنون پیش از مثال ها رو خوندن یادتان گیرید که ما نون ساکن و تنوین گفتیم. ما در قاعده های نون ساکن و در وقتی نون ساکن و تنوین شرح دادن، نمیدونم شما را گفتیم یا که نگفتیم، فرق بین نون ساکن و تنوین یکی همینا است که نون ساکن ما در بین کلمه می آید. خب نون ساکن در بین کلمه می آید و یا اینکه در آخر کلمه می آید، یعنی در هر دو حالت می شود. اما هرگز نون ساکن در اول کلمه نمی آید. نون ساکن یا در میانه کلمه می آید و یا اینکه در آخر کلمه، مانند من بینید. خب گفتیم هرگز در اول کلمه نمی آید. اما تنوین همیشه در آخر کلمه می آید، یعنی در آخر اسم ها واقع می شود تنوین. بنابراین ما به خاطر که خب از همه نمودش مثال ها آورده باشیم، من اینجا بینید حرف همزه آوردیم، همزه حرف اظهار. خب مثال آوردیم برای نون ساکنی که در مابین کلمه آمده است، یعنی نون ساکنی که در مابین کلمه آمده است بعد از وی همزه آمدگی است، یعنی اظهار شدگی است. خب یا اینکه در اینجا مثال آوردگیم به خاطر بعد نون ساکن در دیگر کلمه، یعنی نون ساکن در دیگر کلمه آمده است، همزه در دیگر کلمه، در این حالت هم اظهار شدگی است. اما با تنوین که اگر حرفی بعد از تنوین که حرف اظهار بیاید، البته ما میفهمیم که تنوین در دیگر کلمه است، حرف اظهار در دیگر کلمه. مثال ها رو میخونیم. یکم حرف با حرف الف یا با حرف همزه ما مثال اظهار رو میخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم وینأون عنه. خب بعد از نون ساکن قاعده ما چی بود؟ اگر بعد از نون ساکن و یا تنوین یکی از 6 حرف های اظهار، من این 6 حرفی که در همینجا دیده اید، یکی از همین ها آید، نون رو روشن کرده خوانده می شود. وینأون عنه. روشن یعنی چگونه؟ نون به یگون فرقیت، به یگون تغییرات تلفظ می شود. به غنه وینأون نمیگیم، یا اینکه وین گفته اخفا نمیکنیم، و یا اینکه در جای حرف نون یگون حرف دیگر نمیاریم مانند اقلاب، مثلا وینأون نمیگیم، بلکه چگونه که هست همون شکل تلفظ کرده خونده می شود. وینأون عنه به سکته، یعنی دقت باید دهیم که اظهار به سکته تلفظ می شود. وینأون نمیگیم، وینأون تلفظ کرده نمی شود. یا اینکه به وقف وینأون عنه، این خیلی هم گفتن نمیتونیم. خب همین اظهاری که اگر بعد از نون ساکن همزه در یک کلمه آمده باشد، همگی در قرآن کریم یک جا آمدگی هست و من هم این همون را برای شما آوردم. من این یک کلمه است، وینأون عنه یک کلمه آمدگی است با حرف همزه که بگیم هم نون ساکن و هم همزه حرف اظهار در یک کلمه باشند. خب آن کنیم دیگری مثال نون ساکن با حرف همزه ولی در دیگر کلمه ها باشند، مقصد جدا جدا باشند. بسم الله الرحمن الرحیم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. بینید بعد از نون ساکن همزه که اومده است، من اهل الكتاب میگیم و نون رو یگان تغییرات وارد نمیکنیم. بعد از نون ساکن، اگر بعد از نون ساکن و یا تنوین حرف اظهار آید، گفتیم حرفی مثلا یکی از حرفای اظهار آید، من اینجا بعد از تنوین آمده است. خب من اینو بینید نون ساکن آمده است، اما بعد از نون ساکن حرف شین آمده است. شین حرف اظهار نبود که من اینجا بینید فهمیدیم که پس در اینجا اظهار نشده است، بلکه در مها اینجا شدگی هست. شما را از این پس وقتی که یگون آیه رو قرائت میکنید، حتما هر کجا که نون ساکن دیدید استاد فکر کنید، همون قاعده گذشتگیتونه.
بعد از نون ساکن چی آمده است؟ کدام حرف است؟ حتما یک قاعده شده است. بعد از نون ساکن و یا تنوین حتما یگان قاعده از همین 4 قاعده که ما میگذاریم ان شاء الله شدگی است. خب مثال میخونیم. و من شر غاسق اذا وقب، و من شر غاسق اذا وقب، و من شر غاسق اذا وقب. دیدید؟ غاسقین غاسقین به یگان تغییرات غاسقین تلفظ شد، یعنی اظهار شد، نون روشن شد، یگان تغییرات وارد نکردیم. به حرف ه قطعی ما دیگر شرح نمیتیم، تیستر میخونیم مثال را. شما الکی قیاس کرده رفتن گیرید. ما اغنى عنه ماله وما كسب، ما اغنى عنه ماله وما كسب. عنه دیدید؟ بعد از نون ساکن حرفی ه آمده است. گفتیم که بعد از نون ساکن و یا تنوین یکی از حرفهای اظهار، من این 6 حرف یک تاشون حرف اظهار رو گفتیم بیاید، یک از همینا. در اینجا حرفی ه آمده است. این هو الا ذکر للعالمین. این هو بعد از نون ساکن حرفی ه آمده است، اظهار شد، نون یگان تغییرات وارد نکردیم در نون. سلام هی حتی مطلع الفجر. بینید؟ سلام بعد از تنوین حرفی ه آمد. صراط الذین انعمت علیهم، صراط الذین انعمت علیهم، صراط الذین انعمت علیهم. یعنی این مثال های حرف عین هستند. خلق الانسان من علق، خلق الانسان من علق. دیدید؟ بعد از نون ساکن حرف عین آمد، اظهار شد. ثم لتسألن يومئذ عن النعیم. بعد از تنوین حرف عین آمد. مثال ها با حرف ح. فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر. دیدید؟ بعد از نون ساکن حرفی ح آمد. وانحر نمیگیم که وانحر، یا اینکه وانحر سکته نمیکنیم، یا که وم نمیگیم. یگان چیز نه، فرقیت یگان تغییرات وارد نمیکنیم، نون چخیلی است تلفظ میکنیم. فمن حاجك فيه من بعد از نون ساکن حرفی ح آمد. نار حامیه بعد از تنوین، یعنی بعد از دو پیش حرفی ح آمد. نار حامیه با حرف غین. فسينغضون إليك رؤوسهم، فسينغضون إليك رؤوسهم. اینم در قرآن کریم یک کلمه است به همین شکل، یعنی نونی ساکن با همراهی غین در یک کلمه آمده باشد. در قرآن کریم یک کلمه آمده است، من این کلمه است فقط. ولا طعام إلا من غسلين، ولا طعام إلا من غسلين. بعد از نون ساکن حرفی غین آمد. فلهم أجر غير ممنون، فلهم أجر دیدید؟ أجر بعد از تنوین حرفی غین آمده است، حرفی خاقتی. والمنخنقة والمنخنقة بعد از نون ساکن حرفی خا آمد، به همون خاطر خب نون رو یگان تغییرات وارد نکردیم. و آمنهم من خوف بعد از نون ساکن حرفی خا آمد. و آمنهم من خوف. اوکی. فمن يعمل مثقال
مثقال ذرة خيرا یره. ذرة بعد از تنوین حرف خا آمد. ذرة خیرا یره. در اینجا که بعد از تنوین حرف یا آمده است، یا حرف اظهار که نیست، ما خیرا یره گفتن نمیتونیم، خیرا یره میگیم. خب اینا بودن به همه حرفای اظهار به 6 حرف و مثال آوردیم. من این کلمه والمنخنقه هم در قرآن یک جا فقط آمدگی است، یعنی با حرف نونی ساکن همراهی حرف خا در یک کلمه در قرآن یک جا آمدگی است. انا اکنون یک چند ایضاح دیگر را براتون شرح میتیم، یعنی یک چند روشنی اندوختن من لازم. خب یکم 6 حرف اظهار رو، خب همین 6 حرفی که اظهار هستند، همزه، ها، عین، ح، غین، خا، حروف حلقی نیز مینامند. در بعضی کتابه ها حروف حلقی گفتگیشان هستند. برای چی؟ به خاطر که این 6 حرف همشون از همین، فقط همین از حلق بیرون میشوند، یعنی مخرج این 6 حرف حلق هست. همزه، ها، من این دو حرفش همزه، ها از یک جا میبروید، از پایان ترین نقطه حلق، یعنی ها من این چی میگیم نمیدونم، در طرف ما ابخرک میگیم، من این جایی که همین حلقه پایانش هستک، یعنی ابخرک میگیم. من این خیلی چقرک هست که جای خب استخوان ندارد بگیم، کمتر چقرک در اومدگی است، همینجا را ما ابخرک میگیم. همین حرف همزه و همراه حرف ه از همینجا میبروید. همزه، ه. دو حرف دیگر یعنی عین، ح کمی بالاتر الکی میبرویند، از بین حلق میبرویند. عین، ح، عین، ح. و باقی مانده دو حرف دیگر غین، خا الکی از آخری حلق میبرویند. یعنی این دوتا از اولی حلق، این دوتا از میانه حلق، من این دوتا دیگر، دو حرف دیگر از آخری حلق میبرویند. اینا را میگن حرفای حلقی. همزه، ها، عین، ح، غین، خا. خب دیگر چیز، سبب اصلی اظهار خواندن نون ساکن و تنوین هنگام روبرو شدنش با حروف حلقی، این دور بودن مخرج نون از حرفای حلقی می باشد. یعنی ما برای چی نون رو ما به یگان تغییرات اظهار میکنیم، روشن میکنیم، میخونیم؟ به خاطر که همین 6 حرف مخرج چون، یعنی میبرومدگی جای همین جایهایی که همین 6 حرف میبروید از نون ساکن فاصله زیاد دارن، بنابراین وقتی تلفظ کردن هیچ مشکلات پیدا نمی شود. اگر شما در وقتی قاعده اقلاب خواندن یادتون باشد، ما گفته بودیم که به خاطر ما نون ساکن به حرف میم تبدیل می دهیم در قاعده اقلاب که نون و حرف ب با یکدیگر نزدیک هستند، قین است، مشکل است وقتی تلفظ کردن. من بعد گفتن مشکل تر است، به همون خاطر ما میم بعد گفتیم، یعنی نون رو به میم تبدیل دادیم، آسان شد میم بعد. اما در وقت اظهار خواندن گفتیم به اون خاطر ما اظهار میکنیم نون رو به یگون مشکلات تلفظ میکنیم که نون بینید از کجا تلفظ میشود، از نوگی زبان است نون و کامی پیش، اما حرف های حلقی همزه، ها، عین، ح، غین، خا از آخر حلق هستند، از قفا که هستند، یعنی بین اینها مسافه بین مخرج نون و حرفای حلقی بنیهایت که دور است از یکدیگر، بنابراین در نون ما هیچ تأثیر نمیگذارند. ما میتونیم که با آسانی تلفظ کنیم، بعد از نون ساکن در حال با حرفای اظهار ما تلفظ کرده میتونیم. بنابراین یعنی همین اظهار شد، نون به یگان تغییرات خوانده شد. خب سوم نکته ای که باید ما قید کنیم، اظهار به 3 مرتبه جدا کردند. اظهار رو به 3 مرتبه جدا میکنند. چی گفتیم؟ اظهار به 3 مرتبه جدا کردند. اینجا را باید میگذاشتیم. خب یعنی قاعده اظهار رو یا که همون تلفظ اظهار رو به 3 مراتب، به 3 درجه جدا کردگی هستند بعضی از علما. عالی یعنی اظهاری که بسیار روشن است، به درجه عالی تلفظ می شود نون. دوم میانه و سوم پست. همین حرفای اظهار رو از روی مخرجشون ما میتونیم که معلوم کنیم. یعنی دو حرفی که از همه دور است مخرجشون، یعنی برآمدن حرفا به حرف نون قطعی دور هستند. همزه، ها اگر بعد از نون ساکن و یا تنوین همزه ها بیاید، این اظهار عالی می شود به خاطر که به دورترین نقطه در دورترین نقطه قرار دارند. یعنی و اظهار میانه هنگام روبرو شدن حرف نون ساکن و یا تنوین به حرف عین، ح، و اظهار پست هنگام روبرو شدن نون ساکن و یا تنوین به حرف غین و خا.
خب اینا یعنی درجه هاشون هستن. برادران عزیز، این بود موضوع امروزه ما که درباره اظهار با هم صحبت داشتیم. ان شاء الله دو قاعده دیگر از قاعده های نون ساکن و تنوین مونده است که در درس های دیگر ان شاء الله میگذاریم. سبحانك اللهم و بحمدک، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرک.